همین تفریقه کردین، علما را تحقیق کردین، علما را این قدر گفتین که تو خطا میگویی، تو فلانی خیلی نیست، این افسانه چی نقل میگه، مردم را گمراه کردین. گفته دین در ضربه آوردین. میگه ای کرده وجودت زی قدر منی، همانا نکنی بر علما کی برو منی. بشنو چه گفت رسول مدنی، من اکرم عالما فقط اکرمنی. تا از یک آبی بوگین شدگی کی برو کی نمیکنی، که برو کینت دور با. ای برادر تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلب دیدار کند. این که برو کینت تو را خداوند دیگر لایقی روی تو را دیدن نداره. شایسته نیست که تو خداوند لقاش ببینی، چرا به دوستای خدا که برو کینه داری. چی ما میگیم؟ همین کتابا میگیم، حدیث هست، کتابایی که همین را هر یک عالم ربانی و حقانی مصنف نوشته که تو ما را میگه چی کتاب نخون میکنی. میگم معرفت باری گران است، به هر کس ندیندش. پری طاووس قشنگ است، به کرگس ندیندش. خدا عزت و معرفت چون داده. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. برادران امروز بر ما گپای بیزیشت و بیجا زدن، میخواهند قدر عزت ما را پس کنند، آبروی ما را ببرند، چنانچه که علمای استادای بزرگوار را کردند، مثل شانی علامه رحم الله، مثل داملا حکمت الله، مثل شانی نوردین و محمود جان، مثل استاد میرزا حاج میرزا و استاد عبدالرحیم و دیگرها را ایراد میگیرند، نقطه ضعف میگیرند. الحمدلله امروز چند ماهی هسته که ما در شبکه‌های اینترنتی خدمت اسلام داریم، مردم را دعوت داریم. امروز با ما ایراد گرفتن که مولای صاحب فلان حدیث ضعیفه، فلان حدیث موضوع میگوید، حدیث فلان توضیحش درست نیست. الحمدلله وقتی که سوال کردم برادری که به من امروز در شبکه‌های اینترنتی مرا هر عکسی مرا میمونه و بعد ویدیو کرده خودش که پشتی پرده ده، و به هم مراجعه دارم که برادر من تو را گفتم وقتی که بحث کردنی بودی به من، گفتم تو دور حدیث خوندی؟ نخونده بوده. بعد چه خیلی وقتی تو دور حدیث خوندی؟ بعد دیمش که تهمت میگنی فرار کرد، ما در بدیم در ماشین، ما همه سوال زنگویی که میزنن جواب میدم. ما یگون کس متهم قرضدار نیستم، ما یگون کس هم نمیترسم، چرا که من در یگون گروه نیستم که ما هراس داشته باشم. الحمدلله 6 ماه که ما خدمت اسلام کردیم، چی اگر حدیثای ضعیف باشه که البته شما در نظر شما حدیثای ضعیفه که امروز چی برسه به من خاک پای استادان میشم و سعدی و مثنوی و بدیل و حافظ او را برآوردیم که او چی علم داشتن و یک شاعر بودن و افسانه میگفتن. امروز الحمدلله ما پیروای همویم، ما هم همین تنها را زدید که زدیسین. لیکن شما عقیده‌های خراب دارین، عقیده‌های مثل همون سلفیایی که یک سالا در تاجیکستان تفریقه داشتن، خیلی مردم به هر سو بردن. شما هم گروهی هستن که با جایی که خدمت کنین برای اسلام، با جایی که دفاع اسلام کنین، مردم دعوت بتین، لیکن ضربه سخت در اسلام آوردین. مثل همین سوال میتن مولود بدعت، در سر گور خواندن گجاده حدیث آمده، قرائت کردن، یا امروز میگه جمعه مبارک گفتن ممکن نیست، یا برو اومده گروهایی که فلان چیزا جایز نیست، ما یک شیخ فهمیدیم. این برادری که در الحذر خونده میگه زایدان دا خونده، علمی ناقص گرفته، 2 کلمه عربی را یاد گرفته، خیال کرده که عالمه. علم کسب کردن آسونه ولی معرفت داشتن قینه، معرفت کسب کردن قینه، آداب کردن قینه. الحمدلله ما بچه های زایدانیم، در پیش حضرت ها خواندیم، مولانا عبدالحمید صاحب شیخ اسلام حفظ الله، مفتی قاسم، مولانا عبدالغنی صاحب و دیگر استادای بزرگوار که درس دادن، ما را الحمدلله میگفتن که الادب شجر والعلم ثمر. ادب درخته و ثمر حاصل درخت علمه. اگر ادب نداشته باشی علم کس نمیگه. مولانا عبدالرحمن موجبی رحمه الله یک حرف خوب گفتن در درس صحیح بخاری، فرمودن که خداوند بر هر کس استعداد و صلاحیت و قابلیت میته، ولی اصل قبولیت او را نمیته. استعداد، صلاحیت، قابلیت هر کس میته. سخندان میشوه، شعر مینویسه،
اینقدر علم کسب میکنه، عربی دون میشوه، این استعداد و صلاحیت قابلیت، ولی اصل قبولیت هر کس نمیتونه. یک تو برادر علمی ناقص دارید، 2 روز خونده، ما سوالت میتونیم که دور حدیث خونده، من نخونده میگی، بعد ایراد میگیری مرا تو چه خیلی دور حدیث خونده، کی ترا چی داده؟ الحمدلله ما شرکت کردیم در همون دور حدیثا، در پیش استادا ما را سند دادن، ما را اجازت دادن که دعوت بتیم. الحمدلله 6 ماه که من دعوت دادیسم، چندین برادرها را پدر و مادرشون میگه رحمت، برادری زنگ میزنه میگه رحمت 4 سال تاجیکستان رفتم، حدیث خانه شما حضرت مادر ما اومدم دست بوسیدم. برادرای هستن که میگه گمراه بدیم، دنبال فسق فساد و عرق و شراب و زنا بدیم، میگه الحمدلله از سخنش ما هدایت شدیم. اگر تو حدیث دان باشی، اما حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفت شعر خدا ای حضرت علی، اگر تو دعوت کنی مردم از سخنای تو، از سخنانه تو یک کس هدایت شود، پاداشی تو اجری تو نزد پروردگار از 100 تا شتر قرمزی عربستان ده بهتره. الحمدلله ما سخن گفتیم، ما هم حدیثی که بلغوا انی ولو آیه، برسانید رسول خدا از من یک آیت باشه، ما هم اگر ناقص رسونده باشه، ناپره رسونده شه، الحمدلله نیت منمیه که طرف هدایت شود، طرف برای راست هدایت کرد. یکی مثل تو که معرفت نداری، 2 کلمه عربی را یاد گرفته، با جای خودت کلون حرمت و آداب داشتی، مثل همون دیگرها که استاد حاجی میرزا و استاد عبدالرحیم که خاک پای هم نمیشین، خاک پای اشانی نوردین و علما نمیشین. چقدر علمای تاجیکستان تنگ کردین، تحقیر کردین، سنگ زدین، لیکن الحمدلله باز هم عزت و آبروشون را بالا رفتیسی. میگم معرفت باری گران است، به هر کس ندیندش، پری طاووس قشنگ است، به کرگس ندیندش. خدا عزت و معرفت چون داده. با مرا شروع کردین که ما برآمدم، که ما در میدانم، با مرا گفتیم برادر حسد نکن، بخیلی نکن، تو خیلی نیار که تو خطا کردی، تو اشتباه کردی، بگو ماشاءالله. تو اگر واقعا درد علم و از علم حلاوت برده باشی، درد علم و علما را داشته باشی، علما را تو دستگیری کن، تو دفاع کن اسلام، تو دشمنی نکن برای کسانی که مردم به سوی راست هدایت میکنن. تو مقابل حدیث و آیت چرا میبروی که الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر صدق الله العظیم. الله میگه بهترین شما کسانی هستین که از خانهاتون بیرون میشین، مردم دعوت میکنین برای راست، امر معروف میکنین، نهی منکر میکنین. الله معرفی میکنه ما را و علمایی که خدمت کرده شما بهترینین. چرا تو ای برادر عزیز، چرا تو ایراد میگیری، نقطه ضعف میگیری؟ چرا مقابل آیت کلام خدا میبری؟ آیا الله سبحانه و تعالی در جای جا نگفت که بهترین شما ما بین شما کسانی هستند که مردم با سوی راست هدایت میکنن، مردم دعوت میکنن، امر معروف میکنن؟ تو زیر سوال برده سی آیت کلام را، تو زیر سوال برده سی حدیث پیغمبر. وقتی خدا و پیغمبر میگه تو بهترینی مولوی، تو بهترینی که خدمت اسلام، ما همین آیات را دیدیم، همین حدیث را دیدیم که مردم در رسانده سیم. میگه تو مقابل یا گفته سی که تو خطا کردی، تو خیلی میگی، تو افسانه نقل میکنی، افسانه را تو گفته سی که نمیخوای که ما برسونیم کلام خدا را. تو عربی دانی در الحضر خونده، عربی دان دانستن قدی اولیاء نمیشه. ابو جهل هم عربی را میدونست. عربای گمراه بسیارن که عربی را میدونن ولی عالی علم ندارن. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگفت که هر کسی اگر یک آیت کلام الله را، یک حدیث تفسیر کنه عالم حساب میشه. تو مرا حدیث یاد میدی، با گفتم سند بیار، حدیثات یاد بگی، من نمیدونم پشتی پرده دی تو کی در سایت چی برآمده. تو خیال میکنی آبروی عزت مرا میبری؟ و تعیذ من تشاء و تذل من تشاء. عزت الله میته، ذلت هم الله میکنه. تو نمیتونی مرا. من اگر عزت نمیافتم در یک چند ماه شبکه، الحمدلله 50,000 پتفیسی کو چند 30,000 40,000 پتفیس زنگ میزنن، رحمت پدرت میگه همین مدد کافیه. خصوصا تی که به معرفت برآمدی مرا خواستی که آبرو عزت ما بر. آیا تو حدیث میدونستی؟ نمیدونی که مؤمن بر مؤمن باید حسد نکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم او كما قال. شح در عربی با کلمه اینا لغت عربیه، در کلمه به معنای بخیلی میاد، به معنای شح به معنای بخیلی میاد، هم کلمه بخیلی به میاد. بخیلی نکن، حسد نکن. با یک دیگر گفت بخیلی نکنه. رسول خدا گفت که هلاک میشه مثل امتهای پیشینه، مثل قوم پیشینه.
من میدونم برادر تو مریضی حسد داری، مریضی بخیلی داری. آدم که عزت یافت، آدم که مشهور شد، او را دیگه همه سنگ میزنن. من خفه میشم، ناراحت نمیشم. چرا که من قبل از این سایت اینترنتی کردن در چندین بار در زاهدان و در همجا با همخالی توری عقیده سلفی داشتگی بحث مناظره کردم. اینقدر علما را گفتین، اینقدر رو بس کنین همین کارو. یک دفعه نابود بودیم، با از کجا پیدا شدیم؟ با سر کردین نمیره. همین تفریقه کردین، علما را تحقیق کردین، علما را اینقدر گفتین که تو خطا میگی، تو فلانی خیلی نیست، این افسانه چی نقل میگه، مردم را گمراه کردین. گفته دین در ضربه آوردین. هر یک استاد شاگرد داشت، هر یک استاد خدمت دین میکرد. اینقدر ملاهایی که خدمت اسلام کردن سنگ زدنشون. فردا روز قیامت چه جواب میدی؟ ابوجهل رسول خدا را به سنگ زد که تو برای همین ما را دعوت کرده، تو برای همین ما را آوردی. رسول خدا چی گفت؟ شما بگین لا اله الا الله هدایت میشید برای همین قوم. لیکن اصل بنده این الله خبیر بما تعملون، خداوند خبر داره از قلب‌های ما. این الله علیم بذات الصدور، از قلب ما خبر داره چیه هدف و مقصد ما. هدف و مقصد ما که یک کلمه را برسونیم. تو یک چیره ایراد میگیری، حدیث ظاهر شدیده بوتینش نمیفهمی، آخرت میگی قد افلح من تذکر و ذکر اسم ربه فصلی. خداوند میگه با تحقیق اگر پاک و دل تا پاک بعد نماز بخون، او دل تا که پاک نکردی، او را که اگر از کینه و کبر و غرور و بخیلی و حسد دور نکنی، دیگر نماز نخون. نماز چه فایده داره؟ برای چی گفتم که تو حدیث میدونی، نه که بر من ایراد میگیری. تو حدیث میدونی که یک انسان، یک عالم آبرو عزت چه بردن، که خداوند آبرو عزت من اگر من در مابین 10,000 ببرم، خداوند در مابین 100,000 میبره آبرو تا. تو حدیث اگر بدونی یا نگو خدا که اگر تو یه عیبی یک کس پوشاندی، خداوند عیبی تو را میپوشونه. تو دادر من خفا نمیشم. چرا که تو از علمایی که معرفت داشتن، علمایی که قبولیت داشتن، قابلیت صلاحیت استعداد که هر کس خدا میده، قبولیت هر کس نمیده. استادای زاهدان ما همش قابلیت داشتن و قبولیت استعداد، قبول بودن نزد پروردگار که امروز عزت یافتن در همه جا. 40 سال 50 سال کتابای حدیث داد میده. هر چی ما میگیم و همین کتابا میگیم، حدیث است، کتابایی که همین را هر یک عالم ربانی و حقانی مصنف نوشته. تو ما را میگی از چی کتاب نقل میکنی؟ برادر کبر و کینه نکن. میگه ای کرده وجودت زی قطر منی، همانا نکنی بر علما کبر و منی. بشنو چه گفت رسول مدنی، من اکرم عالما فقط اکرمنی. تو از یک آبی بوگین شدگی کبر و کینه میکنی. کبر و کینه تا دور بر. ای برادر تکبر تو را خار کند، محبوب ست و صلب دیدار کند. این کبر و کینه تا خداوند دیگر لایق روی تو را دیدن نداره. شایسته نیست که تو خداوند لقاش ببینی. چرا با دوستای خدا کبر و کینه داری؟ بیم بس کنین همین گپتونا. شما اگر 100 جمع شین، اما تقی عالم گره جملت زجای نبورد رگه تا نخواهد خدا. اگر شما جمع شین و خیلی ویدیو کنین که ما را تحقیر کنین و ما را پس بزنین و ما را مولای فلانی و شکم چران چکل استاد حاجی میرزا را گفتین، دیگر استاد را طعنه زدین که خیلی و خیلی چند قری شما ما را سنگ بزنین. الحمدلله شرط میگه علم خواندن نیست. شرط خدایی که استاد مفتی قاسم عبدالله گفت که 104 نفر وقتی که ما سند گرفتیم، استاد گفت که فخر نکنین که مولوی شدین، خدا بگین شما خدا خدمت بگیره، خدا بگین شما کار بگیره. الحمدلله امروز استادا حاجی میرزا، استاد عبدالرحیم و استاد عبدالقادر و استاد هر کسی که در شبکه‌های اینترنتی هست، مولوی مهین، ما اینها را خدای تعالی با 70,000 رحمت نگاه کرده که خدمت کسه، از با خدمت گرفته سه خدا. و دیگر آدمایی که خدمت اسلام کردن، در شبکه‌های اینترنتی خدمت کردن. تو برادر دا خدمت بگیره. تو درس برای بحث مناظره نخون. تو درس بخون، داوم تو یک درس تا بعد دور حدیث بخون. دور حدیث نخونی ظاهری باطنی حدیث نمیفهمی برادر. و همین خاطر اگر من 100 بگم تو دور حدیث نخونی، حدیث با 16 قسم تقسیم میشه. تا حدیث موضوع صحیح و ضعیف و مفقود و مقطوع نفهمی، حدیث مرسل نفهمی. و تا حدیث ندونی که تو علم رجال خوندگی نیستی که بدونی حدیث صحیح ضعیفه. ما خاطیت بس کن دور حدیث بخون ان شاء الله. بعد داد میتون که بعد میتونی یک کسب با او ایراد بگیری، نقطه ضعف بگیری. پس عزیز من خدا هدایتت کنه. خدا پروردگار همو کسب علم کردی، خدا معرفت هم در کنارش نصیبت کنه. خداوند کریم نگهدار و مددگار.